بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه. خدا کنه جور صحتمند باشین. بچه ها درس ما شما در اوپن چنل در بخش هایدرولیک جمپ رسیده نه؟ به نظر شما هایدرولیک جمپ چی باشه؟ کنه وقت درایو کده باشی بچه ها؟ سرعت هم بسیار زیاد باشه در یک جمپ برابر شده باشه. سرعت بسیار زیاده در جمپ بریک هم گرفته نشه. چی رقم میشه باز؟ اون طرف جمپ که موتر مفته یک رقم چی نمیکنه؟ بلند میره نه امو قسمت. حالا آب هم همین رقم هست. اگه بسیار سرعت زیاد باشه یک مانع دم روش بیه باز چی میشه؟ امو دپتش بالا میره نه؟ جمپ میکنه. یا دمی روزای نزدیک چی رفته باشین؟ پغمان رفته باشی یا پنجشیر رفته باشین نه؟ آب بسیار زیاد است، سرعت بسیار زیاد است نه؟ در بسیاری قسمت ها میبینی که آب یک حالت چی را به خود میگیره؟ آشفته و توربولنت میگیره نه؟ او با موانع با سنگ ها که برخورد میکنه او چی میشه بچه ها؟ همون حالت به وجود میه. صحیح است؟ اگر اون سنگ ها نباشه، اونجا خوب لشم باشه، با اون سرعت و با اون حجمه که آب جریان داره، به نظر شما چی وضعیت رو خواهد داد؟ بسیار سرعت زیاد میشه، یعنی کینتیک انرژی به حد میشه بچه ها که بسیار وضعیت خراب میکنه. هم نچرالی هم سنگایی که همراه خود میاره آب، اونمو باعث چی میشه بچه ها؟ کم کردن اون انرژی کینتیک از آب میشه. دیده باشه نه؟ با سنگ برخورد میکنه آب یک حالت چی میکنه؟ برگشت وارد میکنه. اونموج است که انرژی آب دیسیپیت میشه، کم میشه، ریدیوس میشه. هایدرولیک جمپ هم یک چیز است بچه ها. وقتی با یک مانع برخورد میکنه باز چی به وجود میاد بچه ها؟ هایدرولیک جمپ. دیگه سر موضوع چوک افکت گپ میزنیم. اما یک انجینر صاحب گفت که یک زمان در مقابل آب یک مانع بزرگ قرار میگیره با ارتفاع بزرگ، تا چقدر باشه که آب بگذره از بالای از او مانع و چقدر باشه که از سرش نگذره. اگر آب توانایی از این نداشته باشه که از اون مانع بگذره با چی به وجود میاد؟ این حالت چوک میگن، این خفه شدن نه؟ مثل خفه یک نفر بکنی که تنفس کردن نتونه نه؟ آب هم همونطور است. در لابراتوار هم به شما نشان دادم نه؟ اما آخرین اکسپریمنت که در اوپن چنل به شما نشان دادیم در قسمت وسطی همو یک دیوایس چی کردیم؟ نصب کردیم، بلند گرفت نه؟ آب از بالای از او چی کرد؟ فلو کرد. اگر اون به یک اندازه بلند شود که آب از سرش عبور کرد نتانه، اون حالت چی هست؟ حالت است که خفگی رخ میده، چوک رخ میده. سر از این گپ میزنیم. این که کانال ما کوچک شود بزرگ شود، مثل پایپا که کوچک بزرگ میشه اکسپند میکرد یا کانترکشن میکرد، در چانال ها چی رخ میده بچه ها؟ سر از این گپ میزنیم. سر هیدلاس در اوپن چنل ها امروز گپ میزنیم. امروز و روز سه شنبه انشالله. خب یک موضوعی که از روز قبلی بر باقی مانده بود و این بود، کل شما میفهمه که چی از بچه فرمول کریتیکال دپت است. کریتیکال دپت از کدام رابطه پیدا میشه؟ از همین رابطه پیدا میشه. و این فرمول چی است بچه ها؟ فرمول فراود نمبر در حالتی که فراود نمبر ما مساوی به چند باشه؟ مساوی به یک. وقتی که مساوی به یک باشه و حالت است بچه ها که جریان چی است بچه ها؟ کریتیکال است. باز کریتیکال می باشه و بد کانال هم در اون حالت کریتیکال یاد میکنیم و اون کراس سکشنش هم به نام چی یاد میکنیم؟ به نام کراس سکشن کریتیکال. کراس سکشن اگر رکتانگولار چانال باشه AC مساوی میشه به چی بچه ها؟ کل شما باید بفهمه که چی BC یا بد کانال در اون نقطه که کریتیکال ضرب چی؟ YC. هر جایی که ما شما AC را دیدیم مگذاریم از این جنس از این که B مکعب میشه نه؟ BC مکعب میشه و دیگه چی؟ YC مکعب. اینجا هم BC داریم ما شما G داریم. اگر هم از جنس چی وضع کنم بچه ها؟ از جنس سرعت وضع بکنیم. یک حالت رخ میده بچه ها
یک رابطه به وجود میاد که میگه critical flow in a rectangular channel water depth ما شما به اندازه 2/3 of specific energy میشه. به اندازه چقدر؟ 2/3. خب به طور مثال اگر ما داشته باشم که چی 50 متر مکعب پر سکند در یک کانال چی رکتانگولار وجود داره بچه جریان بعد از این کانال ما چند وایدش است 5 متر صحیح است میگه for critical condition به شرط کریتیکال شرط ما چیه بچه در حالت کریتیکال که وای سی ما مساوی به این رابطه است what's the specific energy specific energy ما و شما مساوی به چند میشه اونم رابطه چند است بچه 3 بر چند 3 بر 2 چی وای سی این دیگه رابطه نشته نکنه که وای سی جمع وی سی مربع تقسیم 2 جی این چیز میشه اگه کارا بکنین شما آجیل کلمه اول چی پیدا میکنین وای سی از کدام رابطه پیدا میشه از رابطه پیدا میشه نمیشه ها از رابطه پیداش که میگه میگذاری 3 بر 2 ضرب چی وای سی چی پیدا میشه اسپسیفیک انرژی به شرطی که جریان چی باشه کریتیکال باشه میشه انشالله ام در حالت حل بکنین یک بار ام در حالت دیگر حل بکنه که ای مساوی میشه بر چقدر ای سی جمع وای سی جمع چی وی سی مربع بر چند بر 2 جی وی سی را داریم به خاطر جریان داریم ما شما نه پس وقتی که جریان داشته باشم وای سی ضرب در بی سی ایریا میشه نمیشه پس بیش دارم که 5 است یگانه چیزی را که ندارم چی است بچه ها دپت وای سی است دپت وای سی را از کدام رابطه پیدا میکنم از این رابطه پیدا میکنم من کل قیمت ها را اینجا میگذارم این را مقایسه کنی با این اردوش باید از چی رابطه یک جواب عین چی رابطه بچه ها عین جواب انشالله یادتان نمیره وقتی کانال های ما شما چی باشه رکتانگولار باشه یک رابطه بین اسپسیفیک انرژی و دپت کریتیکال وجود داره که این طور است واتر دپت ما یا وای سی مساوی میشه 2/3 چی اسپسیفیک انرژی انشالله یادتان دیگه نمیره نه خب هایدروجن وقتی به وجود میاد بچه ها که rapidly varied flow به وجود میاد یعنی جریان ما به یک بارگی چی کنه بچه ها دپتش تغییر کنه این را باید به نام چی یاد میکنیم RVF میگفتیم rapidly varied flow برش میگفتیم جریان از این سمت آمد بسیار آرام وقتی که به این استراکچر برخورد کرد بسیار به یک بارگی چی شد دپت از این بالا رفت یعنی می حالت به نام چی یاد میکنیم rapidly varied flow میگفتیم که جریان دپتش به یک بارگی چی کنه بالا و rapidly varied flow occurs when flow depth changes significantly over a very short channel length در یک لنت بسیار کمی از کانال به یک بارگی وقتی دپت واتر بالا بره بسیار بالا بره او را چی میگیم به نام rapidly varied flow یا جریانی که به یک بارگی چی میکنه تغییر میکنه دپتش وقتی دپت تغییر نمیکنه چی بود بچه جریان یونیفرم بود دیگه نه آل چی هست نان یونیفرم است دپت اولی با دپت دومی چی میکنن فرق making the flow complex and difficult to analyze accurately و این بسیار کار مشکل میسازه که ما شما جریان چی کنیم بچه تحلیل کرده بتانیم ازاره چی هست مشکل به وجود میاره خب وقتی rapidly varied flow به وجود آمد چی به وجود میاره hydraulic jump به وجود میاره as a common RVF یکی از RVF هاست یا rapidly varied flow هاست یا همون پدیده چی هست بچه rapidly varied flow را به نام چی میکنن hydraulic jump where shallow high velocity زمانی که دپت واتر ما کوچک می باشه کل تا میفهم سرعت چی است high velocity داره وقتی که دپت ما چی میره بچه بالا میره flow suddenly change to low velocity باز میشه وقتی دپت ما چی میشه زیاد میشه با سرعت چی میشه کم میشه یه خود یاد تا نمیره دیگه نه در یک فاصله بسیار چی کم dissipating energy وقتی که بالا میره اینی انرژی کینتیک ازی بسیار زیاد است بالا که میره سرعتش کم میشه از سرعت ازی کاسته شد کینتیک انرژی چی میشه کم میشه یعنی می حالت به نام چی یاد میکنن dissipation of energy یا کم شدن چی انرژی ازی را چی میکنه کاسته میشه سکن این استراکچر است اگر اینمی استراکچر پایینی به این شکل تو یک کرف
چیز نباشه، اما تو چی باشه؟ مستقیم باشه. استراکچرهای پایانی همیشه چی میکنن؟ در حالت خرابی قرار میگیرن، به خاطر که کینتیک انرژی بسیار زیاد است. آب که برخورد میکنه هر چیز زده موریش به او را چی میکنه؟ خراب میکنه. پس اینمی باعث از این میشه که اینمی هایدرولیک جمپ چی کنه؟ یک مقدار انرژی آب چی کنه؟ کم بسازه، کاهش بده. خب چه چیز باعث RVF میشه بچه؟ include sudden change in channel geometry. بعض اوقات کانال ما شما جیومتریش و شکل هندسیش به یک بارگی چی میخوره؟ تغییر میخوره، یا کلان میشه، اکسپاند میکنه، یا است که کانترکشن کوچک میشه به شکل، یا در مقابلش یک مانع قرار میگیره، ویرز استفاده میشه، فلومز، و دیگه چی؟ ممکنه یک سلایس گیت بیاید، سلایس گیت وصل شه و این جریان چی میکنه بچه؟ در دپتش تغییر به وجود میاد، which creates abrupt depth variation. که چی به وجود میاد بچه؟ یک depth variation یک بارگی. میبینید سعی کنید این فاصله بسیار کم است، نه این فاصله بسیار کم، دپت واتر بسیار چی رفته؟ بالا رفت. اینمی RVF کازش است. What's the hydraulic jump؟ خود hydraulic jump چی است؟ occurs in open channels natural or construct. پیشتر من به شما گفتم اون سنگایی که در دریا وجود داره اونا آب انرژی میکاهن، کاهش میتن، اون نچرالی وجود داره. بعض اوقات بود ما شما آرتیفیشل استراکچرهای میسازیم که جریان آب چی کنه بچه؟ سرعتش کم بسازه. خب به چی خاطری کار هایدرولیک جمپ میخوایم داشته باشیم ما شما در اوپن چنل ها؟ به خاطر که انرژی چی شود؟ دیسیپیت شود، کم شود. caused by abrupt reduction in flow velocity. با یک بارگی سرعت چانال چی بکنیم ما شما؟ کم بسازیم، ریدیوسش بکنیم. leads to a sudden increase in water depth. و چی با وجود میاد بچه؟ بله؟ بخیر باش، سلامت، بفرمایید. خواه بسیار خوب است. خیرتی است؟ خواهش میکنم. والا ما خود بخش اداریش نمیفهمیم، اگر مدیر تدریسی خود همون نفر میشناسن امروز از اونا به تماس شوند برشان راهنمایی میکنن. میشنوین؟ بله؟ میشنوم مثلا شما صدای مرا داریم؟ الو؟ صدای مرا داریم برادر؟ خب سعی کنید دپت واتر ما شما اینجا بسیار کوچک است، در اینجا به یک بارگی چی میشه بچه ها؟ بسیار بالا میره. امی حالت به نام چی یاد میکنن؟ به نام هایدرولیک جمپ. هایدرولیک جمپ این رکتانگولار چانل. زیاد سر از کانالایی که رکتانگولار باشه گپ میزنیم، سر کانالایی که تریپزایدال باشه، مثلثی باشه و دایروی باشه کمه. مشکلاتش زیاد است، تحلیلشون بسیار مشکل است و سر کانالای رکتانگولار ما شما گپ میزنیم. most engineered basins are rectangular. شما دمی روزا قرغه رفته باشه کسی؟ از اون قسمت که یک آبریز چی بند قرغه چی می آب میانه در پایین کی رفته تاله؟ آب که میفتنه در پایینش یک چی هست که یک بیسین میگن یا یک شکل کراس سکشن چی داره بچه؟ رکتانگولار وارو داره. یک مقدار آب او در خود میگیره، پس این طرف چی میکنه؟ در یک بیسین دیگه چی میکنه؟ او را انتقال میده. اگر طوری باشه بچه که آب مستقیم از اون بالا و پایین چی کنه؟ بیفته، استراکچرهایی که در پایین است هر چی که باشه او را چی میکنه؟ خراب میکنه. اون بیسین های بعدی از بچه که او انرژی را چی میکنه؟ دیسیپیت میکنه. انرژی را دیسیپیت میکنه، آستاس آب چی میکنه بچه؟ فلو میکنه. اگر با یک بارگی آب بیای از بلندی بسیار با یک چی انرژی زیاد باعث خرابی چی میشه؟ بسیاری از استراکچرها میشه. خب جریان چون بسیار سرعت زیاد دپتش کم است دیگه طبعا کدام فلو میباشه؟ سوپر کریتیکال. در سوپر کریتیکال
ولاسیتی چی می باشه و دپتش چی می باشه بسیار کم. وقتی که دپ بالا رفت سرعت چی میشه کم میشه. با دو حالت چی است بچه؟ ساب کریتیکال فلو میشه. لو ولاسیتی بسیار کم میشه اما دپتش چی میشه؟ اینجا دپت ما چی است بچه؟ بسیار کم. اینجا دپت چی است بچه؟ بسیار زیاد. به نظر شما کینتیک انرژی در کدام زیاد است؟ وقتی که جریان سوپر کریتیکال باشه نه؟ سرعت بسیار زیاد است. سرعت که بسیار زیاد بود وی مربع بر چی؟ بر 2G بسیار زیاد میشه. وقتی دپ بالا رفت بچه سرعت چی میشه؟ کم. اما دپتش چی میشه؟ زیاد میشه. این دینی فاصله که کم که جریان وقتی که دپتش بسیار به یک بارگی بالا میره به نام هایدرولیک چی میگن؟ جمپ. از این نقطه تا به این نقطه یک مقدار انرژی کینتیک چی میشه بچه؟ کم میشه. اونم را به نام چی یاد میکنن؟ هید لاس برش میگن. حال اینی جا که وقتی جریان ما بسیار کم باشه و بسیار منظم باشه ما شما یک خطکش هم بانیم یا یک متر کرار چیز اندازه کردن میتونیم دپت واتر چقدر است نه؟ اما اینجا که وقتی دپ بالا میره اوجا اندازه کردن دپت دوم بسیار سخت است، مشکل است نه؟ ما شما اینیشلی وای یک میتونیم محاسبه بکنیم اما وای دوی ما که ساب کریتیکال دپت است این چی است؟ کار مشکل است. کار چی است بچه؟ مشکل است که ما شما پیدا بکنیم. باز سر از این کار صورت گرفته یک فرمول ایجاد کردن باز میشه که از فرمول ما شما استفاده بکنیم دپت دومی را پیدا بکنیم. خب در یک هایدرولیک جمپ کدام کاراکتریستیکا را ما شما میتونیم که مد نظر میگیریم؟ تغییر ترانزیشن فرام سوپر کریتیکال تو ساب کریتیکال. هدف اصلی هایدرولیک جمپ به وجود آمدنش چیه بچه‌ها؟ که جریان سوپر کریتیکال را به چی تبدیل بکنیم؟ ساب کریتیکال. چون بسیار در سوپر کریتیکال سرعت زیاد می باشه. واتر سرفیس بیکامز توربولنت. سرفیس واتر دیده باشه به شکل چی می باشه؟ تو آشفته می باشه. اونم جریان رو بالا چی میکنیم ما شما؟ به نام توربولنت میگفتیم نمیگفتیم. سرفیس واتر ما چی می باشه؟ منظم نمی باشه دیگه. باز چی میکنه بچا؟ تو آشفته می باشه. Flow energy is partially converted to turbulence. اما انرژی که از کینتیک انرژی کم میشه او به چی تبدیل میشه بچه؟ به توربولنس تبدیل میشه. اونم حالت آب، اونم انرژی که سرعتی که زیاد است که میاد به دپت بالا میره او حالت چی میباشه بچه؟ به شکل اهتزازی وارد میباشه. اونم حالت به نام توربولنس میگه. کینتیک انرژی converted to potential energy at section 2. کینتیک انرژی به چی تبدیل میشه؟ انرژی خیلی وقت ضایع نمیشه نه؟ از یک حالت به حالت دپت واتر که بالا رفت به این معنی که انرژی پتانسیلش زیاد شد. دپت واتر که کم بود سرعت زیاد است کینتیک انرژیش کم اما پتانسیلش چی؟ کم. یکیش که کم شد دیگه چی میشه؟ زیاد میشه. این انرژی لاس نمیشه. خب بعض اوقات به خاطر بعض استراکچرهای دیگه یا کانال ما شما کونه می باشه یا چی می باشه درشتی زیاد می باشه باز انرژی لاس میشه به یک اندازه چی؟ به اندازه دلتا ای. انرژی هید لاس ان هایدرولیک جمپ در بعضی کتابا به دلتا ای نشانش میده که انرژی لاس، بعضی کتابا به چی نشانش میدن؟ به اچ ال. significant loss of energy head یا به دلتا ای. از چی چیز باعث از این میشه که انرژی لاس شه بچا؟ توربولنت میکسینگ. جریان آمد دپتش بالا رفت یک حالت چی را به خود میگیره؟ در سنگ که میخوره بعض اوقات آب تو برگشت هم میکنه رولینگ میکنه نه؟ اونم انرژی چی میشه بچا؟ ضایع میشه. دیگه چی بچا؟ در کانال ما شما ممکن چی باشه؟ شیر استرس به وجود بیاد. به خاطر چی؟ کف کانال ما شما همیشه لشم نیست درشتی داره. اونم فرکشنش باعث چی میشه بچا؟ که انرژی کمک چیه بچا؟ لاس شه. در پوینت یک ما شما اگر یک معادله اسپسیفیک انرژی نشته کنیم و یک جمع و یک مربع بر چند؟ در پوینت دو وقتی که میریم اسپسیفیک انرژی نشته میکنیم وای دو وی دو مربع بر دو جی جمع یک مقدار انرژی چی میشه بچا؟ لاس میشه. کوره به نام چی یاد میکنیم؟ اچل. هم در پایپا داشتیم هم در چی؟ دو اوپن چنل ها. در پایپا که بود بسیار ساده پیدا میشه یک معادله داشت نه؟ پیدا میشه. اما در اوپن چنل ها کم کار چی هست؟ جنجالیست مشکل است و به خاطر از این بعضی فرمولا به وجود آمده اما اپراکسیمیتلی است. 100% یک جواب 100% نیست. خب چی چیزا رو ما محاسبه کرده میتونیم؟ can be estimated y1 داشته باشیم و دیگه چیز داشته باشیم y2 را داشته باشیم. اسپسیفیک انرژی کروا میشه که ما شما
بازم سرش گپ بزنیم بچه. اینی اسپسیفیک انرژی چی است؟ کرو. دیگه خب بلدیت داره نه؟ اینی نقطه چی بود بچه؟ کریتیکال. اینی گراف به نام چی هست؟ اسپسیفیک کرو یاد میشه نه؟ وقتی که سوپر کریتیکال باشه ما در کجا قرار داریم؟ پایین از وایسی قرار داریم. او را میشه به نام چی یاد کنیم؟ به نام دپت چی؟ دپت اولی. دپت اولی ما شما چون سوپر کریتیکال است از وایسی هم کرده چی است؟ دپتش کوچک است. اگر فرض کنیم که این وایسی ما در این نقطه قرار داره، چی مقدار ما شما انرژی لاس میکنیم؟ به اندازه دلتا چی؟ دلتا ای. به اندازه چی بچه؟ دلتا ای. وقتی به اندازه دلتا ای ما شما دلتا ای چی شد؟ این دپت اول ما این انرژی یک میشه، به اندازه دلتا ای که چی شد؟ کم شد. من اشتباه میکنم که انرژی یک منفی چی؟ با چی اندازه انرژی چی میشه؟ لاس میشه که انرژی دوم شد بچه. یادتان هست همی؟ استپ اپ و استپ داون که بود نه؟ دیگهش انرژی چی میشد؟ لاس میشد. دیگهش انرژی چی میشد؟ اضافه میشد. حالا ما انرژی لاس داریم. در پوینت یک انرژی چقدر است؟ وقتی که میخوایم انرژی دوم پیدا بکنیم، چون یک مقدار انرژی لاس میشه تا پوینت دوم، دلتا ای را چی میکنیم؟ کم میکنیم. این مسئله میشه به چی؟ انرژی در کدام پوینت؟ در پوینت دو. وقتی که بریم بالا بریم دو نقطه اسپسیفیک انرژی کرو قطع میکنه. یکی این نقطه است، یکی هم این نقطه. به نظر شما کدام نقطهش دقیق است؟ زیر وایسی یا بالای وایسی؟ بالا. به خاطر چی؟ به خاطر که دپت دوم ما چی است؟ ساب کریتیکال است نه؟ درست است که این دو نقطه را قطع میکنه. آلترنیت دپت دو دانه داریم نه؟ آلترنیت دپت. اما کدام از این درست است بچه ها؟ این دومیش صحیح است نه؟ به خاطر که دپت دومی ما شما همیشه از وای سی کرده چی میشه؟ بزرگ میشه. یعنی سوپر کریتیکال به چی تبدیل میکنیم؟ به ساب کریتیکال. پس اینی نقطه چی میشه بچه ها؟ دپت کدام؟ دپت دومی. این اگر به شکل گراف اگر ما شما چی کنیم؟ تحلیلش بکنیم و اگر به شکل فرمول باز سرش کار کنیم، یک فرمول هم با وجود میاد. خب چی چیزا هایدرولیک جمپ با وجود میاد بچه؟ کانال ما از اینی مثلا مایلش است، با یک بارگی مایل از این مثلا چی میشه؟ کم میشه. اینی مایل ما است که استریپ است. از این نقطه به بعد چی میشه؟ کانال ما شما یک شکل خط چی رو میگیره به خود؟ مستقیمه. آب میای وقتی که مایل تغییر میکنه یا چی میشه بچه؟ اما حالتش تغییر میکنه. اینا چیزایی است که بچه در لابراتوار بسیار خوبتر دیده میشه. اگر لابراتوار باشه که بعد ما شما به یک بارگی مایل چی کنیم بچه؟ تغییر بدیم. این قسمت به یک بارگی هایدرولیک جمپ با وجود میاد. دپت واتر تغییر میکنه. این دپت اولیست محاسبه میشه، اما دپت دومی را باید برش چی کنیم؟ فرمول ایجاد بکنیم. دیگه کدام حالت هایدرولیک جمپ با وجود میاد؟ سلایس گیت است بچه. سلایس گیت اینجا نصب میشه، آب میایه برخورد که میکنه و این از این قسمت از این چون حجم بسیار زیاد است بچه، از یک گیت بسیار کوچکی چی میشه؟ خارج میشه. تا یک جایی یمو دپتش چی میشه بچه؟ کم بالا میره. این را به نام چی یاد میکنیم؟ به نام GVF میگفتیم نه؟ Gradually Varied Flow. اما بعد از یک قسمت تا یک قسمت دیگه که دپت واتر به یک بارگی بلند میره، فیره چی میگفتیم؟ RVF یا Rapidly Varied Flow میگفتیم. این همیشه است که انرژی یک مقدار چی میشه بچه؟ لاس میشه. باز هم حالت چی خدا به خود میگیره بچه؟ یونیفرم خدا میگیره. و این دپت دومی پیدا کردنش چی است؟ کار سخت است، مشکل است. باید برش چی کنیم؟ فرمول با وجود بیاریم. یا یک بند است بچه، یک مانع است. یک مانع چی میشه؟ مانع جریان میشه. آب میایه به یک برخورد میکنه، یک مقدار آب چی میکنه بچه؟ از این فلو میکنه. وقتی که این قسمت پایین برخورد کرد، سرعت اینجا بسیار زیاد میباشه، برخورد کرد این حالت دپت واتر ما چی میکنه بچه؟ به یک بارگی بالا میره. اینه میره به نام چی یاد میکنیم؟ هایدرولیک جمپ. اینجا بسیار سرعت زیاد است بچه. اینجا بسیار سرعت زیاد است. وقتی که این با هایدرولیک جمپ به وجود میاد چی میشه؟ سرعتش کم میشه که کینتیک انرژیش چی میکنه؟ دیسیپیت میکنه. یک حالت دیگه است بچه، جریان بسیار اگه سرعت زیاد باشه، سلایس گیت ما شما استفاده بکنیم. ای که برخورد با گیت میکنه بچه، پس یک حالت دورانی را به خود میگیره. در اینجا یک هایدرولیک جمپ ازی پیش ازی که از آب خارج شود چی به وجود میاد؟ هایدرولیک جمپ ازی پیش ازی است. این در صورت است که سرعت آب بسیار چی باشه؟ اینجا زیاد باشه. این در کدام صورت است بچه؟ سرعتش از این کره چی باشه؟
کمتر باشه. کمتر که باشه هایدرولیک جمپ چی میه؟ بعد از سلایس گیت به وجود میه. سرعت آب که بسیار زیاد باشه پیش از سلایس گیت چی به وجود میه؟ هایدرولیک جمپ به وجود میه. خب حال به خاطر که ما شما همین دپت دومی را پیدا کردنش کار مشکل بود، ما چی میکنیم بچه؟ یک فرمول میخوایم که درایو بکنیم برش. صحیح است؟ در پوینت یک هیچ کس مشکل نداره، وای بسیار به سادگی پیدا میشه، وای یک اندازه میشه. اگر ما فرض کنم این یک کنترل والیوم در نظر بگیریم، چی در نظر بگیریم؟ کنترل والیوم به این معنی بچه که قواهایی که در این سمت عمل میکنه به این سمت عمل میکنه، هر دوشون با هم چی است؟ هیچ مقدار آب یا فلوید دیگه نه در این سیستم در این کنترل والیوم زیاد میشه نه چی میشه ازش؟ کم میشه. اینمی یک شکل بستر ما اگر چی کنیم بچه؟ فرض بکنیم. صحیح است؟ این دپت واتر ما شما در قواهای هایدروستاتیک خوانده بودین نه؟ که چی رقم پیدا میشد؟ یک این قوه عمل کردش به کدام سمت باید باشه؟ به این سمت باشه. چون کنترل والیوم از آب خارج نمیشه، پس به خاطر که در حالت استاپ قرار بگیره یک قوه دیگه از این سمت هم چی کنه باید است؟ عمل بکنه که F1 چی شد؟ منفی چی؟ F2. و دیگه قانون مومنتم کل شما میفهمینه که M ضرب چی است؟ V. M1 ضرب V1 و از این طرف که به چی میشه؟ M2 ضرب در چی میشه؟ V2. و اگر از جنس جریان ما شما وضع کنیم که رو ضرب چی میشه؟ Q. V2 منفی چی؟ V1. قوه را کل شما میفهمید بچه ها چی رقم است؟ اگه سطح آب باشه اینی سطح آب است نه؟ قوه را که وقتی میخواستیم بالای یک گیت پیدا بکنیم چی کار میکنیم؟ میتونیم فشار دیگه چی است؟ پایین که میاد چی میشد؟ و قوه هم در کجا عمل میکرد بچه ها؟ اینی مرکز اگه باشه پایین تر از مرکز عمل میکرد نمیکرد؟ میتونیم یکی بر دوی قاعده ضرب چی؟ ارتفاع اینی مساحت میشه ضرب اونو سمت که بی است نه؟ کانال ما شما بدش چقدر ضرب از با بچی تبدیل میشد به یک قوه تبدیل میشد نمیشد. پس قوه F1 گامای بر 2 ضرب در چی؟ Y1 مربع. قوه F2 گامای بر 2 ضرب در چی میشه؟ Y2 مربع. سرعت چی است بچه؟ سرعت کل شما میفهمه که V مثلا میشه به چی؟ Q ضرب Q بر چیست؟ A است دیگه نه؟ همونطور است؟ اگر از جنس چی وضع کنم؟ Q کوچک مساوی به چی است بچه ها؟ اینه Q کوچک مساوی میشد به چی؟ Q بزرگ تقسیم چی؟ تقسیم بده کانال میشد نمیشد؟ حالا ما Q را وضع کنم میم Q کوچک ضرب چی؟ ضرب B میشه نمیشه؟ ایریای ما مگه کانال ما چی باشه؟ رکتنگولر باشه. Y ضرب B پس اینی B کرده B خلاص میشه تنها چی میمانه بچه ها؟ Q بر چی؟ اگر در پوینت 1 باشه Q بر Y1 اگر در پوینت 2 باشه Q بر چی؟ Y2. اینا رو که ما در اینجا بجای F1 و بجای V یا قیمتاش بگذارم یک رابطه بین Y2 و Y1 پیدا میشه. اینه تو Y2 بر Y1 مساوی میشه 1 بر 2 ضرب در جذر 1 جمع 8 فراود نمبر در پوینت 1 که پیدا بکنیم مربعش بکنیم منفی چند؟ اینی منفی 1 از این جذر خارج از خوب بچه که اشتباه نکنیم. 1 بر 2 ضرب جذر 1 جمع 8 فراود نمبر مربع در پوینت 1 منفی چند؟ منفی 1. و فراود نمبر هم اینی هم چی است بچه؟ فرمول شد. اگر فراود نمبر مساوی به چند شود؟ 1 شود. جریان چی است؟ کریتیکل. اگر کوچک از 1 شود چی بود؟ سوپر کریتیکل. اگر بزرگ از 1 شود ساب کریتیکل. این خیالتان نمیره انشاءالله. این چندین نوع فرمول برای چی هست بچه؟ برای فراود نمبر از جنس ویس از جنس کیوس از هر کلامش به شما راحت باشه نمره چی کنیم بچه؟ حفظ بکنیم. خب هایدرولیک جمپ سمریش چی است؟ هایدرولیک جمپ آر کریتیکل فار انرژی دیسیپیشن. بسیار ضرورت به خاطر که انرژی آب چی کنیم ما شما کم بکنیم. باید هستی هایدرولیک جمپ به وجود بیاید. کامان ان انجینیر رکتانگل چنل و بسیار معمول از چی؟ در کانال های انجینری یا کانال های ساخته شده چی؟ رکتانگولر باشه. یوز مومنتم انالیسیس. ما از چی استفاده کردیم اینجا بچه ها؟ از مومنتم، از فرمول مومنتم که ما شما در چپتر 3 یا 4 بود اونجا ایره خوانده بودیم. از این استفاده میشه. Energy loss is substantial but difficult to estimate.
اما HL که به شما گفتم نه، اینی HL یا دلتایی کار بسیار چی هست؟ در اوپن چانل مشکل است پیدا کردنش. اما باز هم علما اینت یک فرمول چی کردن بچه؟ با وجود آوردن که HL همیشه از این رابطه ما چی کنیم بچه؟ پیدا بکنیم. به چی اندازه در اوپن چانل ما چی داریم؟ هید لاس داریم. او به شرط از این است که اول چی را پیدا کنیم؟ Y2 بر چی را؟ Y1. این از این رابطه مثلا Y2 را Y2 بر Y1 پیدا کردیم، این را بیاریم در اینجا بگذاریم هر جایی که ضرورت بود. با فراود نمبر در پوینت 1 هم داشته باشیم، با چی پیدا میشه؟ HL پیدا میشه. به شرط که دپت اولی را داشته باشیم و دپت چی را داشته باشیم؟ 2 میره. و چی پیدا میشه بچه؟ چی مقدار انرژی لاس میشه در اوپن چنل؟ از این رابطه پیدا میشه. یک مثال کتاب شما بچه میخوانه میشه، تشریح میکنیم، باز ببینیم که ضرورت میشه که در تخته کار کنیم. یعنی یک کانال هست که میگه وایدش چقدر است بچه؟ همیشه یک سوال که میخوانه با خود او را چی کنه بچه؟ ترسیم بکنه، ببینه که چی را خواسته و چی را داده. مثلا 10 فوت چی است بچه؟ واید است. چی مقدار در این جریان وجود دارد؟ کیو چقدر است بچه؟ 500. یعنی جریان هم داده، بد کانال هم داده، CFS یا کیوبیک فیت بر چی؟ بر سکند. دپت آف چقدر؟ یعنی در پوینت 1 ما دپتم چقدر است؟ به اندازه چقدر؟ 2 فوت. این پوینت 1 دارم. Before entering a jump، پیش از اینکه یک جمپ به وجود بیاید، این به این معنی که ما در پوینت چندم هستیم. یعنی پس در حقیقت چی است بچه ها؟ Y1 است. است نیست؟ نیست؟ Compute the downstream water depth. Y2 رو می پیدا بکن. یعنی جریانی کانال اگر بد کانال باشه، آب آمد به یک بارگی چی شد؟ بالا رفت. یعنی دپت ما دارم، اما این دپت 2 میره ندارم. این دپت چی را؟ 2 میره میگه چی که برای ما پیدا بکن. صحیح است؟ در رابطه چی رقم بود بچه ها؟ رابطه ایت بود. اولین کاری که میکنه چی را پیدا کنین؟ فراود نمبر در پوینت 1 پیدا کن. V1 پیدا کرده میتونم چون جریان دارم، کراس سکشنش هم دارم، میشه پیدا میشه. Y1 دارم که 2 فوت، پس فراود نمبر پیدا شد، میم اینجا مگذاریمش شد. Y2 بر Y1 پیدا میشه. Y1 دارم 2، اینجا یک عدد میشه. یعنی می Y1 2 ضرب این عدد چی پیدا میشه؟ Y2 بسیار به سادگی پیدا شد. خب compute the downstream water depth، بسیار ساده. and the critical depth پیدا چی رقم میکنیم؟ YC مساوی میشد به چی؟ Q کوچک مربع تقسیم G کل به توان چند؟ دیگه یادتان نره دیگه باید 1 بر چند؟ 1 بر Q که کوچک دارم یا نه؟ 50 یا 500 تقسیم چند؟ تقسیم ده چند میشه؟ 50. این 50 را اینجا بگذارم مربعش که تقسیم G، چون سیستم BG هست 32 اشاره چند؟ 2 به توان 1 بر 3 بالای بارش چند میشه؟ YC. او چی میشه؟ دپت میشه. این حالش آمد. اولین کار کرده Q کوچک پیدا کرده، باز YC را پیدا کرده، باز V1 پیدا کرده. V1 پیشتر ما به شما گفتم که V1 مساوی میشه به چند؟ اونو Q کوچک تقسیم دپتش نه؟ اینه. یا پیدا شد که 25 فوت پر سکند. باز V1 که داشته باشم فراود نمبر پیدا میشه، میگم V1 تقسیم جذر G ضرب چی؟ این هم چی شد بچه ها؟ یک کلا بزرگ است. چی است بچه ای؟ جریان سب کریتیکل است یا سوپر کریتیکل؟ سوپر میشه یا سب میشه بچه؟ حالا وی که بسیار زیاد شد یک عدد کوچک میشه یا کم؟ سوپر کریتیکل است. در پوینت 1 سرعت چی می باشه؟ سوپر کریتیکل باشه که ما او را به سب کریتیکل تبدیل کنیم نه؟ یادتان میره بچه؟ سوپر کریتیکل نه در پوینت 1. یا از یک کره چی است؟ بزرگ. از یک کره که بزرگ شد کدام چی میشه؟ نشد. سوپر کریتیکل میشه نه؟ حال در پوینت 1 سرعت بسیار زیاده، به این معنی که سرعت بسیار دپت بسیار چی است؟ کم. دپت کم یعنی سوپر کریتیکل. Y2 را پیدا کردیم چند شد بچه ها؟ در این رابطه که انداختیم
7 اشاره چند؟ و یک هست که 2 است و 2 هست که 7 اشاره چند؟ حالا غیر از اون شما باید بفهمید که چی است. یا است که وایسی چند شد بچه؟ 4 اشاره 2 هفت و یک ما چند بود؟ 2. بیاید گراف هم نشان بده. گراف شکل رسم کنیم. ای چند شده؟ 4 اشاره چند؟ 27. او چند بود؟ پایین از ای است. 2 نه؟ پس ای چی میشه؟ سوپر کریتیکال. ای چند شد؟ 7 اشاره چند؟ 8. 7 اشاره 8 یعنی چند؟ ساب کریتیکال. نفهمیده؟ خب choke effect computing new upstream depth. Construction example maximum step. بعض اوقات کانال چی میکنیم بچه ها؟ کانال تا قسمت هم تو رفته رایز به یک بارگی میخوایم که سرعت از کم کنیم عاجل که چی میکنیم؟ میشه کمک کانال بالا میبریم. دپتش چی میکنیم؟ یا استپ داونش میکنیم یا استپ چی میکنیم میشه؟ اپش میکنیم. یا استپ داون میکنیم یا استپ چی میکنیم میشه؟ اپ میکنیم. خب امی در اگزامپل کار میکنیم که باز چی شا براتون واضح شا. Flow in a rectangular channel is such that depth is 0 چند؟ یک کانال است دپت واتر 0.9 متر است یعنی در پوینت 1. ویت کانال چقدر است؟ هند فلو چقدر است بچه؟ 4.25 متر میکنم. اینی کانال است، اینی دپت واترش است، اینی بد کانالش است. اول خوب بر خود ترسیم کنین بچه. خب at location 2 what's the flow depth for a step up? step چی؟ up یعنی استپ چیش بالا میبریم ما شما کانال. یعنی چند بود پیشتر؟ 0.9 بود. به یک اندازه ای را چی میکنیم بچه ها؟ بالا میبریم. آمد کانال یک دفعه چی کنیم میشه؟ بالا برده میشه. یا به یک مقدار به استپ اپ که برخورد میکنه یک مقدار انرژی چی میشه؟ لاس میشه. انرژی چی میشه بچه ها؟ لاس میشه. به اندازه چی بالا میبریم میره بچه ها؟ دلتا زای 0.0 چند است؟ What is the maximum obstruction allowed? دلتا زاید مکسیمم. اینو می استپ اپا با چی اندازه ما بالا کرده میتونه؟ تا چی زمانه ما ایره بالا برده میتونیم بچه ها؟ اینو سعی کنیم ما در گراف اگر نشانتان بتون بچه ها. وقتی که استپ اپ میشد بچه ها انرژی چی میشد؟ دیسیپیت میشد. یادتان است؟ میگفتم اولین کاری که میکنم بچه ها در پوینت 1 دپت پیدا میکنیم. چی را پیدا میکنیم؟ دپت پیدا میکنه. اول خود جریان را تشخیص بده که جریان سوپر کریتیکال است یا ساب کریتیکال است. اگر فرض کردم که اینی نقطه چی است؟ کریتیکال است. من دپت اولی را پیدا کردم که از این کده کوچک شد. یعنی چی شد بچه ها؟ سوپر کریتیکال. اینی چی شد؟ وای 1. صحیح است؟ وای 2 را چی رقم پیدا میکنیم؟ باید انرژی دوم داشته باشیم. نه؟ میفتیم انرژی از انرژی یک مقدار انرژی چی میشه؟ کم میشه. به اندازه چی؟ دلتا چی؟ دلتا زاید. نه؟ یادتان است؟ در استپ اپ استپ داون خواندیم. آفرین. اینی فاصله با اینی ای 1 است بچه ها. میفتیم ای 2 چی رقم پیدا میشه بچه ها؟ میفتیم به اندازه چی مقدار دلتا زاید ما شما استپ اپ کردیم؟ یادتان است؟ اگر دلتا زاید ما طور باشه یعنی تا اینی فاصله باشه که ما شما در گراف اسپسیفیک کرو باشیم باز اینی میگم اینی پوینت چندم میشه؟ ای 2 میشه نمیشه؟ ای 2 مثلا میشه به چی بچه ها؟ اینی خیلی 1 شد نه؟ 1 منفی چند؟ چی اندازه استپ اپ کرده بچه ها؟ دلتا زاید. اما یک زمان میشه که این دلتا زاید ما میای آهین میره قدر میشه. یعنی ما از ساحه چی خارج شدم؟ از این اسپسیفیک کرو خارج. این زمان است که آب و انرژی را نداره که از اون مانع چی کنه عبور بکنه. او وقت چی به وجود میه؟ چوک به وجود میه. صحیح است؟ چی به وجود میه؟ چوک به وجود میه. پس میگه اینمی دلتا زاید چقدر باشه که حداقل آب از چی کنه؟ عبور کرده بتانه. اولین کاری که میکنه استپاش بر شما ما اینجا گفتیم. اولین کار میکنه وی 1 پیدا کنین. بعد از چی را پیدا کنید؟ در پوینت 1 فراود نمبر را پیدا کنید که تشخیص بده که جریانتان چی است. اگر بزرگ از 1 شد چی میشه؟ سوپر کریتیکال.
باز انرژی یک پیدا کنین. میشه پیدا؟ به خاطر که وای یک داریم، جریان داریم، صحیح است، بد کانال داریم، انرژی در پوینت یک پیدا میشه. اینجا کی مشکل داره در پیدا کردنش؟ جریان دارم؟ یک دارم بچه یا نه؟ 0.9 ضرب چند؟ 2.5. هیچ مشکل نیست. و یک هم دارم 0.9. انرژی در پوینت یک پیدا شد؟ بله. به چی اندازه ما استپ اپ کردیم؟ این در سوال گفتم میگه 0.4 چند؟ 0.5. ایرک گذاشتم. انرژی در پوینت 2 میشه نمیشه؟ در پوینت 2 چی چیزا رو دارم بچه؟ فقط جریان دارم. امرای در کانال ایشه فقط بیش دارم، اما وای دوش ندارم. نه؟ دارم؟ یعنی مربع میشه وای دو مربع. ضرب دیش یک وای چی میشه؟ وای دو مکعب میشه. نه؟ یک معادله چند درجه چند؟ درجه. چند جواب میشه؟ 3 جواب. کدام جوابش صحیح است؟ کریتیکالش چی؟ سوپر کریتیکالش صحیح است یا ساب کریتیکالش؟ ساب کریتیکالش صحیح است. از 3 جواب یک جواب صحیح می باشه بچه. این به اندازه چقدر بالا رفته؟ 0.0. میگه یک کار کنه که میگه دلتازه چی شد بچه ها؟ به چی اندازه مکسیمم بوده میتونه؟ به چی اندازه؟ به چی اندازه ما چی را دلتازه در بالا برده میتونیم؟ ما اینمی کارا رو کل شدیده کردیم، ما میره از بین نبردیم، بر شما ماندیم که باز میشه شما ایره چی کنین؟ کار بکنیم. اولین کاری که میکنیم چی میکنیم بچه؟ وای سی را پیدا میکنیم، یا ایست که فراود نمبر را پیدا میکنیم. باز چی میشد؟ وای سی را پیدا کردم 0.4 چند شد؟ 0.665. اما وای یکم چقدر است بچه؟ 0.9. حالا من در کجا قرار دارم بچه؟ وای یکم از سوپر کریتیکال نیست، به خاطر 0.9 بالاتر است از چی کرده؟ از وای سی کرده. پس اینال اینجا چی شد بچه ها جریان ما؟ ساب کریتیکال هم وای یک شد. ساب کریتیکال شد به اینجا پایین میایم، انرژی چی میشه؟ وای یک پیدا میشه. وای یک پیدا شد یا کمک دلتازه به چی اندازه ما شما انرژی لاس کردیم او را منفی از بکنم، وای دو پیدا میشه نمیشه؟ ای دو را باز چی میکنیم؟ اینجا مساوی قرار میتیم که در این رابطه وای دو پیدا شد. خب این کار when delta z is maximum that is ای دو مساوی به چی شود؟ چی زمانی؟ در این گراف شما سعی کنید چی زمانی تا چی زمان ما شما این دلتا زید بالا برده میتونیم بچه. ما امیر در تخته فهمیدین بچه؟ خب دلتا زید حالا پیدا کردیم، گفته دلتا زید اگر 0.084 هم شوه چوک رخ، اما اگر چی شوه 0.085 شوه دیگه آب در پوینت یک او قدر زور نداره که چی شوه از این آبستکل یا از این مانع چی کنه عبور بکنه. فهمیدین یا نه؟ اولین کار که میکنه چی میکنین؟ انرژی پوینت یک پیدا میکنه. انرژی پوینت یک به چی ضرورت داره؟ به دپتش ضرورت داره. نه دپتش که داشته باشیم انرژی پوینت یک پیدا میشه نمیشه؟ انرژی پوینت دو مساوی به چی میشه؟ انرژی پوینت یک به چی اندازه استپ اپ کرده؟ دلتا زید. او را چی کنیم؟ کم بکنیم. درست است؟ اگر داده بود مثلا که در این سوال داره که 0.05 است با دپت دومی پیدا میشه؟ بله. این دپت دومی را اینجا چند معادله پیدا کرد؟ یکی وای یک، یکی وای دو، یکی وای چند؟ وای 3 جواب داره. کدام جوابش صحیح است بچه ها؟ 0. چند؟ چرا اینی صحیح نیست بچه ها؟ 0.55 صحیح نیست. به خاطر صحیح نیست که این پوینتر است از چی کده؟ وای سی کده. این قیمت چی است؟ سوپر کریتیکال است. در حالی که وای یک ما چی بود؟ ساب کریتیکال. وای دو خواه باید چی باشه؟ بالاتر از او باشه. نه؟ این را پیدا کردیم. پس کدام جوابش صحیح بچه ها؟ 0.804. این درسته. دیگه چی زمانه بچه ها چوک رخ نمیته؟ وقتی که انرژی پوینت دوم مساوی به چی شود؟ ای سی شود. در پوینت دوم انرژی ای سی شود و اگر از ای سی که این طرف میشه با اسپسیفیک کف چی میشه؟ خارج میشه و چی میشه؟ چی با وجود میشه؟ چوک. و این را شما یک امتحان کنید.